خواستم قصه جالب برای شما نقل بکنم که روز شیطان خردی بند خری را میکشاید، باز میکند، این خر حیداب میشود، زمینی همسایه میگذارد، زراعتش را کرودی، تمام چیزش را میچرد، میخورد، ویرانکاری میکند. همسر این دهقان میبراید، احوال را میبیند، زود در آمده از جهل ملتیق را گرفته میپراند، خر را میکشد. صاحبی خر با خبر میشود آمده این احوال، از جهل او هم ملتیق را گرفته زن را میپراند. دهقان از کار میگوید که همسرش این گونه است، پراند است، او هم ملتیق را گرفته صاحب خر را میپراند. پس شیطان کلانی آمده از شیطان خردی میپرسد که چی گپ است؟ میگه شیطان خردی میگوید که کاری نکردم، فقط بند خر را کشیدم. عبرت در آن است که یک شخص احمق میتواند عائله و جامعه را ویران کند با عیبجو و خبرکش و فتنه اندازی و